سلام، من علیرضا با قسمت 8 داماش پلاس، اپیزودی پر از رنج و عذاب و اندوه با شما. داماش قرار بود هفته پیش جلوی پانیک تالش پیروز بشه و مسیرش رو برای رسیدن به صدر جدول هموار کنه، ولی بعد افتضاح بازی کردن تیم و خوردن 3 گل، هوادارا از کادر فنی خواستن که تیمو بیرون بکشه و با حواشی و درگیریایی که بین تماشاگران پیش اومد در نهایت بازی نیمه تموم باقی موند. البته دور از انتظارم نیست که بعد رأی کمیته انضباطی در نهایت بازی 3-0 به سود پانیک اعلام بشه. بعد اتفاقات افتضاح تالش، مالک باشگاه در حرکتی عجیب اعلام کرد که از این به بعد باشگاه تعطیله. البته همونطوری که همه بچه‌ها پیش بینی کرده بودن، 24 ساعت بعد از این جریان تمرینات داماش توسط کادر فنی از سر گرفته شد. حالا این وسط ما متوجه نشدیم نصیری انتظار داشته که مثلا هوادارا بیان نازشو بکشن یا چی؟ ناز نکن که ناز تو دیگه خریدار نداره، این همه اطفار و عدد گرمی بازار نداره. در مورد این مالک و نحوه مدیریتش حرف بسیاره. تا اینجا که صبر کردیم، بذاریم این چند تا بازی هم تموم بشه، بعد حسابی در خدمت مالک عزیز هستیم. ما 2 بازی با علوی خرم‌دره و صدرای تبریز در پیش داریم و اگر جفتشون رو ببریم و پانیک هم فردا صدرا رو شکست بده، میتونیم احتمالاً به عنوان تیم سوم برتر 3 گروه بریم پلی آف. اما چه فایده که اولا رفتن به پلی آفمون کلی اما و اگر داره و دومم گیریم حالا رفتیم پلی آف. با این وضعیت تیمداری داریوش نصیری، کادر فنی درب داغون و بازیکن‌های شلوول، واقعا میتونیم در بین 4 تیم صعود کنیم؟ راستش من بدبینم و بعید میدونم. ولی شما اگه هنوز به این تیم امیدوارید، نظرتون رو هر جایی که دوست داشتید برام کامنت کنید. اگه تا اینجا با داماش پلاس همراه بودید، ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید و همینطور کانال یوتیوب وارش اسپورت رو سابسکرایب کنید. حالا جدا از اتفاقاتی که رخ دادن و قراره که رخ بدن، بیاین یه بار برای همیشه با خودمون فکر کنیم. چه اتفاقی باید بیفته که روزای خوش ما هم برسن؟ چیکار کنیم که مسئولین رشت هم مثل مسئولین شهر همسایه به فکر تیمای شهرشون باشن؟ چیکار کنیم سرمایه‌گذاران بومی رو وادار به سرمایه‌گذاری روی تیم شهرمون کنیم؟ چیکار کنیم که از دست افراد فاسد فوتبال رشت خلاص بشیم و دستشون کوتاه بشه؟ این بود داماش پلاس این هفته و با امید به اتمام رسیدن این کابوس ازتون خداحافظی میکنم.